میدونی تصاویر POV چه تصاویری هن؟ بزن بریم که قراره یاد بگیریم. سلام، من مژگانم. امشب قراره که ببینیم POV چه تصاویری هستن. تصویرهایی که از زاویه دید خودمون یه چیزی رو به مخاطب نشون میدیم. حالا میخواد ویدیو باشه، محصول باشه، فروشگاه باشه یا هر چیزی که نیاز داشته باشی از دید خودت اون محصول، اون تصویر یا هر چیزی که جلوی تو رو به مخاطبت با همون دید نشون بدی. به این تصاویر میگن تصاویر POV. تصاویر POV همه چیزو از دید تو به مخاطبت نشون میده. چرا باید تصاویر POV بگیریم؟ چون که ما دوست داریم مخاطبمون همون طوری که ما داریم این تصویر رو میبینیم اونم ببینه. من اگر دارم این پیانو رو میبینم با همون زاویه دیدی که من دارم اونم ببینه. در غیر این صورت میشه یه تصویری که من زاویه‌اش رو تنظیم کردم، دوربین رو اونجایی که دلم خواسته گذاشتم و شما یه تصویری میبینی که خب من خودم زاویه‌اش رو درست کردم. اما وقتی که شما با تصاویر POV با من همراه میشین همون چیزی رو میبینین که من دارم میبینم. وقتی بخوای تصاویر POV تو خیلی دقیق بگیری و نخوای مدام گوشی تو دستت باشه، یه سری راه حل ها داره مثل هولدرهای گردنی و خیلی چیزای دیگه که شما بتونین از زاویه‌ای که خودت داری میبینی گوشی تو تنظیم کنی و مخاطبت همون تصویر رو ببینه و با تو همراه باشه. من این هولدر گردنیه رو قبلا استفاده کردم و مجدد آوردم که هم شما ببینین و همین که تستش کنیم ببینیم چطوریه که بدونی وقتی قرار مخاطب تو همراه خودت توی تصویرات، توی سفرات، توی هر جایی که داری میری و دلت میخواد مخاطبت همراهت باشه چطوری میتونی به راحتی پشت فرمون، دوچرخه سواری، ورزش یا هر چیزی که تو دستات بنده و نمیتونی گوشی تو بگیری به راحتی با این محصول تصاویرتو بگیری. بزن بریم تا ببینیم این محصول قراره چطوری تصاویر POV رو به ما نشون بده. بزن بریم ببینیم کارایش چطوریه. شاید برات سوال باشه که تصاویر POV چی هن و اصلا چرا من باید بگیرم. بهتره بدونی تو وقتی یه پیجی میزنی، یه چنلی داری یا هر چیزی که قراره یه سری مخاطبین تو رو دنبال کنن و اون کاری که تو داری میکنی براشون جذاب باشه و تو هم دقیقا داری همین کارو میکنی. داری کارهایی میکنی که نشون بدی به مخاطبینت که کجا میری، چی کار میکنی، باشگاهی، سفری، مهمونی، کافه یا هر کاری که داری انجام میدی. همونطور که میبینین یه دونه هولدر گردنی این توه و یه دونه کمربند و یه آویز. این هولدر خیلی محکم‌تر از اون چیزیه که فکرشو کنین. من قبلا استفاده کردم، کارایی خیلی زیادی داره. همونطور که میبینین واقعا محکمه و خیالتون راحت باشه که به این زودی قرار نیست موبایل از روی این بیفته. یه دکمه داره اینجا که نشونتون بدم. یه دکمه داره اینجا. دکمه رو که فشار میدی این باز میشه و بستنش هم به همین راحتی. موبایل اینجا قرار میگیره و این دور گردنتون. خودش یه مگنت خیلی محکم داره برای گوشی آیفون. همونطور که میبینین به شدت محکمه. این قرار نیست بیفته. هر چقدر شما میخواین تکون بدین، زاویه‌اش رو تغییر بدین، قرار نیست از این رو بیفته. چرا؟ چون واقعا محکمه. همونطور که میبینین دو طرفه هم میتونین استفاده کنین. محتوای یوتیوب، اینستا یا هر چیزی که قرار شما تولید کنین. حالا برای یه سریاتون سوال میشه که خب اگه من گوشیم آیفون نیست باید چی کار بکنم؟ همراهش یه دونه مگنته که با چسب وصل میشه پشت گوشی های اندروید و گوشی اندروید هم به راحتی پشت این میچسبه. بریم که یه تصویر POV بگیریم که بدونین وقتی که میگم از دید خودم شما اون چیزو ببینین یعنی چی.
این همون دیدیه که من مستقیم دارم میبینم و شما با من همراهین و قراره هر آن چیزی که من میبینم شما هم ببینیم. یه سریا وقتی که میرن عکاسی مدام دنبال یه شخص دومیان که از پشت سر بتونه از دست و دوربین و غیره ویدیو بگیره یا عکس بگیره. شما با داشتن این میتونی خودت همون کارا رو بکنی. چی میخوای بهتر از این؟ پس یادت نره اگر که بلاگری، اینفلوئنسری، یوتیوبری یا توی هر شغلی هستی که نیاز داری زاویه دید خودتو به مخاطبت نشون بدی، اگر دستت بنده، پشت فرمونی یا هر چیزی که نمیتونی جا برای گوشی پیدا بکنی، این هولدر گردنی میتونه بهترین کمک رو به تو بکنه. یه سری تصاویر بهت نشون میدم که با استفاده از این گرفته شده که بدونین پشت فرمون یا هر جایی که نمیتونین گوشی دستتون بگیرین چقدر راحت میتونین اون زاویه دید خودتون رو به مخاطبینتون نشون بدین. همونطور که میبینین این زاویه دید منه، همون چیزیه که من دارم میبینم، شما هم همونو میبینین. اگر که آنلاین شاپ دارین، کار فروش محصول رو انجام میدین یا هر کاری که نیاز به ویدیو گرفتن دارین و دست‌تنهایین، به راحتی میتونین خودتون تکی کار رو انجام بدین و دیگه نیاز به شخص دوم نباشه. همونطور که میبینین شما همون چیزی رو دارین میبینین که چشم من میبینه، یعنی دقیقاً با زاویه دید من، و میتونین این ویدیوها رو بگیرین و قطعاً مخاطب خیلی بیشتر باهاتون همراه میشه، چون دقیقاً انگار که تصویر رو خودش داره میگیره و خودش میبینه. این تصویر چشم من هستش که شما هم دقیقاً همونو دارین میبینین. دکمه استاپ رو بکوب که با هم کلی کار داریم. این تازه اولشه.